خواهش میکنم ریکاردایتان روشن بکنین که امی فراخوان ابلاغ میکنیم. بخیر. اوکی. نخست مجی صاحب مایکتان بسته کنین. اوکی صاحب. نخست از همه به نام یاد پروردگار، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر جمیع شهدای اهل اسلام، بر جمیع رفتگان اهل اسلام. خداوند روحانیتشون شاد داشته باشه، بالخصوص کبرا جان رضایی که ما شاهد یک وضعیت کاملا ناخوشایند و کاملا پرخوف و پرترسی که در سر از این دختر خانم صورت گرفت و بسیار یک قتل نافرجام سرش صورت گرفت. همه ما بودیم. خداوند این غریق رحمت بسازه و به خانواده محترمش صبر جمیل عطا بکنه. همه کبریتان بسته بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان به تظاهرات. به نام خدا. هموطنان عزیز، به منظور ابراز همبستگی و عدالت خواهی به یاد از جوان نامراد شهید کبرا رضایی، فعال حقوق زنان و نماد مبارزه با خشونت، و همچنین به منظور اعتراض به خشونت‌های بی‌پایان علیه مردم افغانستان و به ویژه افغان‌ها در ایران تجمع خواهیم کرد. ما به عنوان یک جامعه صدای خود را بلند کرده و خواستار عدالت و احترام به حقوق بشر برای تمامی افراد خواهیم بود. این تظاهرات فرصتی است تا به یاد کبرا رضایی و دیگر قربانیان خشونت صدای خود را به گوش جهانیان برسانیم و خواستار تغییرات بنیادین در سیاست‌ها و رفتارها شویم. زمان: روز شنبه تاریخ 21 سال 2025. مکان: مقابل سفارت ایران شهر برلین، از ساعت 15 بعد از ظهر الا ساعت 17 بعد از ظهر، یعنی از ساعت 3 بعد از چاش تا ساعت 5 بعد از چاش. بیایید با هم صدای عدالت خواهیم بود و به یاد کبرا رضایی و همه قربانیان خشونت همبستگی خود را نشان دهیم. برگزار کنندگان این تجمع محترم حاجی رامین، مسعود رستمی و بنده کوچک. یک بار دیگه باز هم ابلاغ میکنم، خواهشاً ریکاردایتون رو روشن بکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان به تظاهرات.